مرگ صاحب دل جهان را نشانی کلفت است. شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود. عزیزان اهل اسلام، امروز یک شمع از شمعهای شریعت محمدی خاموش گشت و داغ محفل ما و شما شد. عزیزان اهل اسلام، از مرگ چاره ای نیست. از مرگ جای خلاصی و جای گریز نیست. از مرگ جای پنهان شدن نیست، چون که الله مهربان در کلام اقدسی خود می فرماید که کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر نفس چشنده شربت مرگ است، سپس به سوی ما برگردانیده می شوید. در این آیه مبارکه یک اخبار عمومی به تمام بشریت است که هر ذی روحی که در این عالم هستی وجود دارد به نوبت شربت مرگ را می چشد. از مرگ جای خلاصی و جای گریز. یهوه بهم الله، خدا به آنها نظر نمی کند. بنابر امروز مرگ عالم، مرگ امت گفتن، مرگ عالم، موت عالم گفتن به همین خاطر است که اگر این نیکان بروند، اگر ما از اینها استفاده نکنیم، اگر ارزش و قدر این دوستان الله ما و شما ندانیم، برادران عزیز، روز خواهد رسید یک زمره انسان‌های از در بین مردم باقی میماند، نیکان جدا میشوند که دیگر آنها را خدا نظر نمی‌کرده است. پس برادران عزیز، این لحظه در ماه مبارک رمضان روزه میگیرند. ببین برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعت‌ها همه روزه‌دار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چه مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان، در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. این سبب برادران عزیز گرامی، همین 4 صفتی را که الان ذکر نمودم، موت العالم موت العالم، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت عالم است. موت این دون انسانها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام، یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک یکایک از پیغمبران سر کرده، از ملک و دارندگان سر کرده، از همه پیشوایان و گذشتگان سر کرده، از همه دارندگان و از همه قدرتمندان سر کرده. هر یکی به نوبت خود به این راه میپیماید و چاره جز صبر نیست. باید که ما و شما صبر داشته باشیم که خداوند بزرگ در یکی از آیات‌های بزرگش در قرآن کریم می‌فرماید: استعیذ بالله فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مژده بده ای محمد آن صبر کنندگانی را که آنها را مصیبت میرسد، پس آنها در برابر این مصیبت صبر میکنند و میگویند که انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداوند هستیم و ما به سوی خداوند برمیگردیم. و من نیز در اینجا انا لله و انا الیه راجعون میگویم و نوبت را به